بازم یه فرصت دیگه برای به واقعیت تبدیل کردن رویاهات. طوری که از رخت خوابت میزنی بیرون نشون میده چقدر رویاتو دوست داری. چه برنامه‌ای برای امروزت داری؟ میخوای چطوری امروزتو سپری کنی؟ اگر از من بپرسی میگم مهمترین پروژه‌ای که باید متعهد بشی هر روز روش کار کنی پروژه رشد شخصی خودته. جنتلمن ها میدونن که فقط امروز رو دارن، اونو از امروزشون نهایت استفاده رو میبرن. یادت باشه هر انسانی تو این دنیا تعداد ضربان قلب محدودی داره، پس بهتر الکی هدرشون ندی. خیلی طلوع خورشید امروز رو ندیدن و زمانشون تموم شد. هر روز نسخه بهتری از خودت بساز و بهترین خودت باش. یک گام بیشتر بردار برای تبدیل شدن به کسی که میخوای.